سلام دوستای خوبم، به کانال سنگساز خوش اومدید. اگه میخوایم محصول ما کاملا یک دست رنگ بشه چطور این کار رو انجام بدیم؟ برای این کار ما از رنگ‌های پودری استفاده میکنیم. مقداری که از رنگ باید داخل ملات استفاده کنیم 3% وزن کل ملات هست. یعنی اینجا ملات من 162 گرمه، من اینجا حدوداً 4 گرم بهش رنگ اضافه میکنم. بریم که بسازیم. برای استفاده از رنگ پودری ما رنگ رو به آب اضافه میکنیم. و مخلوطش میکنیم تا رنگ کاملا داخل آب حل بشه. یک نکته هم که وجود داره اینه که اگه رنگ رو زیاد بریزیم باعث میشه که مقاومت کار شما بیاد پایین و محصول شما ترک برمیداره و میشکنه. بعد از اینکه رنگ کاملا داخل آب حل شد بقیه مواد فرمول رو اضافه میکنیم. یک نکته، چون رنگ پودری هست و خارج از فرموله باعث میشه که ملات زود سفت بشه و ببنده. راه حلش اینه، به میزانی که رنگ به ملات اضافه میکنید به همون میزان آب به فرمول اضافه کنید. ملات من اینجا بنفش شده چون رنگ قرمز و آبی رو با هم مخلوط کردم. ملات که آماده شد به قالب انتقال میدیم و زمان میدیم تا خشک بشه. این هم از نتیجه کار که میبینید چقدر جذاب و خفن شده. ممنونم که با من همراه بودید. بسازید و لذت ببرید.